با نام خداوند بخشنده و مهربان. درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیامنیوز را آغاز می نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرختی مهمترین خبرهای روز. مقامات خوجند خانه‌های والدان و برادران و خواهران الهام یعقوبوو را غصب کردنیند. 3 ازو یک خاندان در پنجاکент به زری خاک ماندند. امامعلی رحمون به ارمنستان رفت. اجازه کار برای خارجیان در تاجیکستان از 5 سال به 3 سال کم کرده شد. با اطلاع یک منبع، مقامات امنیتی و انتظامی شهر خوجند در جستجوی کلید خانه‌های والدان و برادران و خواهر الهام یعقوبوو هستند. کارمندان این مقامات از خویشاوندان الهام یعقوبوو طلب کردند کلید خانه‌ها را برایشان دسترس کنند و تهدید کردند که در عکس حال در خانه‌ها را شکسته وارد خواهند شد. یک شاهد نوشته است که چند کارمند مقامات باری چندم است که آمده در و ترزه‌های خانه برادر الهام را تفتیش میکنند و به خویشاوندان او زنگ زده کلید خانه را میپرسند. هنوز معلوم نیست مقامات با خانه‌های خانواده یعقوبوو چیکار کردنیند، اما قبلا آنها تهدید کرده بودند که در صورتی از مبارزه‌های سیاسی دست نکشیدن الهام خانه‌های آنها را مصادره خواهند کرد. پس از شرکت الهام یعقوبوو در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو، فشار مقامات بالای خانواده او شدت یافته مادر پیرش و برادران و خواهرانش را برای 2 شبانه روز بازداشت نمودند. بعداً تظاهرگران امنیتی نزد خانه والدان او جمع شده شعار پرتایی کرده بودند که الهام یعقوبوو را خائن وطن می‌خواندند. بعد از نشست کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا بیش از 4 مرتبه به خانواده من، به خصوص به خانه مادر، برادر و خواهر من تظاهرات ها برگزار کردند و بعد از این تظاهرات ها البته وضع سلامتی مادرم خیلی وخیم شد و فعلا در کجا قرار دارد خبر ندارم، ولی دیروز به ما خبر رساند از جانب دوستان که کمیته امنیتی ملی و یا مقامات دیگر، مقامات های قدرتی در جستجوی کلید خانه هستند، چون در خانه ها بسته است، میخواهند وارد خانه شوند و چی نقشه شوم دارند. البته برای ما این نقشه شوم آنها پنهان است، ولی معلوم است که وارد خانه میشوند و اولا مال ملک آنها را شاید به یغما برند و بعدا با هر کار و با هر حیله که به خودشان هم تهدید کردند که بعد از کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا خانه های آنها را مصادره میکنند و بست و بند میکنند دیگرها را و حتی برای من هم تهدید کرده بودند که در هر جایی که هست بالای من هم فشارهای بی‌نظیر را انجام خواهند داد. و البته باید اینجا ذکر کنم که حالا آن معلومات هایی که من در دست دارم خیلی ضعیف است. بعد از آن معلومات هایی که به دستم می افتد البته جامعه را و بخصوص جامعه جهانی را آگاه خواهم کرد و باید در این ضمن باید گفت که در رفت کنفرانس وقتی که بالای خانواده من فشار شد و واقعا یک فشارهای سخت و جدی کردند و من در حال نامه رسمی به رهبر فعلی سازمان امنیت و همکاری اروپا و همچنین رهبر بیوروی انستیتوت حقوق بشر نامه ارسال کردم و از وضع به وجود آمده آنها را آگاه کردم. 3 ازو یک خاندان در پنجاکент به زیر خاک ماندند. این فاجعه قریبی‌های نماز عصر روز گذشته 12 اکتبر رخ داده است. 3 ازو یک خاندان در ناحیه پنجاکент ولایت سوخت برای خاک کندن به نزد پشته می روند که معلوم می شود مردم محل از آن جای خاک آورده برای در و دیوار خود استفاده می کردند. و این خاک کندن تصادفاً کمری خاککنجای به پشت آنها سرازیر آمده هر 3 را زیر می کند. آنها از فشار بلند خاک زیاد در همان اثنا به هلاکت می رسند. رهگذران شاهد از احوال واقف گردیده به پیوندان مرحومان خبر رسانده اند. زیر خاکماندگان زادگان جماعت کاسه‌تراش پنجاکент بوده. یک محیدینوف سعید نام داشته، مردی 38 ساله بوده است.
برادر او موحیدینوف سبحانی 25 ساله نیز در جای این حادثه بوده به هلاکت رسیده است. برادرزاده آنها ربین موحیدینوف که همگی 20 سال داشته گفته می شود دانشجو بوده است. سعید در کارخانه طلای زرافشان به حیث راننده کار میکرده است و صبحان باشد در مکتب ده معلم بوده است. پرزیدنت امامعلی رحمان برای اشتراک در جلسه نوبتی شورای امنیت دسته‌جمعی سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی به شهر یریوان جمهوری ارمنستان سفر کرد. در این سفر پرزیدنت امامعلی رحمان را وزیر کارهای خارجی، یاردمچی پرزیدنت اوید به مسئله‌های رابطه‌های خارجی، وزیر مدافع، کاتب شورای امنیت و دیگر شخصان رسمی همراهی می‌کنند. پارلمان تاجیکستان در جلسه آخرش مهلت فعالیت کاری خاریجیان در تاجیکستان را از 5 سال به 3 سال پایین برد. در این جلسه تغییرات و علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره اجازتنامه‌دهی به بعض نمودهای فعالیت قبول شد که طبق آن شهروندان خارجی در تاجیکستان تنها برای 3 سال اجازه کاری دریافت می‌کنند. نورالله محمدالله زاده، جانشین وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان ضمن سخنرانی در جلسه و شهر تغییر و علاوه‌ها ابراز داشت که مهلت اجازت کار به خارجیان که تا این وقت 5 سال مقرر شده بود خیلی طولانی می باشد. تاجیکستان در حال به خارجیان اجازه کار در کشور را می دهد و مدت آن را 5 سال معین کرده بود که بیش از 1.5 میلیون شهروند قابلیت کاری داشته کشور برای دریافت رزق و روزی به روسیه و قزاقستان می روند. اما مهلت اجازه فعالیت کاری در این کشورها همگی 1 سال را تشکیل می دهد. به تاجیکستان بیشتر چینی ها برای کار می آیند که رژیم امامعلی رحمان برای آنها سبکی های زیاد معین کرده است. از جمله صدها گکتار زمین کاری در تاجیکستان به چینی ها اجاره داده شده است. احتمال می رود نرخ قوه برق برای اهالی در تاجیکستان سر از 1 نوامبر تا 14 دیرم بالا برده شود. هنوز هیچ اطلاعی رسمی در این باره نشر نشده است. ولی ساکنان میگویند کارمندان شرکت برق تاجیک در این باره خبر دادند. بار اخیر قیمت برق ماه اپریل سال 2012 بالا رفته بود که از 9 دیرم به 11 دیرم رسید. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. تنها دوام 2 سال آخر در اروپا بیش از 10,000 کودک مهاجر غیب زده است. سبب‌های غیب زدن کودکان به اندیشه کارشناسان گوناگونند. بعضی ها را شرکت های جنایی برای استفاده شهوانی می دزدند. بعضی دیگر چون غلام استفاده می شوند. قسمی از این کودکان حتی برای فروختن اعضای بدنشان دزدیده می شده اند. با اطلاع اینترپول بیشتر کودکان دزدیده می شده اند که به والدان به اروپا رفتند یا در راه آنها را گم کرده اند. بنا به سبب بیماری سرماخوردگی اشتراک نورسلطان نظربایف پرزیدنت قزاقستان در چاره‌بینی‌های بین المللی تا آخر هفته روان به نقشه گرفته نشده است. در این باره ایداس اوکیبای سخنگوی پرزیدنت اطلاع داده است. جناب اوکیبای گفته است که در جدول کاری نظربایف بعض دیگرگونی‌ها وارد شده به جلسه شورای سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی که قرار است 14 اکتبر در یریوان برگزار شود به جای پرزیدنت سروزیر قزاقستان می رود. روزنامه‌نگاری آمریکایی کریستین امانپور اطلاع داده است که 4 کشور تاثیرگذار در جنگ سوریه، ایالات متحده آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی به زودی برای حل قضیه سوریه واخوری انجام دهند. این واخوری که واقعیت آن را یک منبع از دپارتمنت دولتی آمریکا تصدیق کرده است، در شهر لازن سوئیس برگزار خواهد شد. بینندگان عزیز، اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نماییم. تا بخش نوبتی، خدا یار و یاورتان.